صحابه را از روزنه قرآن باید مورد بررسی قرار داد. به احادیث کاری نداریم، به گفته‌ها و روایات تاریخی بحثی نداریم. مشکل ما اینجاست که امروز نمیخوایم صحابه را با ترجمه و تفسیر قرآن بشناسیم، در حالی که آیات قرآن کریم در بسیاری از آیات خودش معرفی نموده اصحاب رسول الله و پروانگان شمع نبوت رو. آری صحابون کسانی هستند و بودند که عارم لیاقت مرزی بودن الهی را از مافوق 7 سماوات دریافت کردند. صحابه کسانی بودند که الله ذوالجلال از بالای 7 آسمان در کلام جاودان خودش نه در یک آیه و 2 آیه بلکه به کرات و مرات اعلان رضایت میکند. لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره رضی الله عنهم ورضوا عنه محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح منه. اینا آیات قرآنی است. منهم یتلو علیهم یزکیهم. تمامی این ضمائر نخستین مخاطبان این آیات وحی صحابه بودند، پروانگان شمع رسول الله بودند. پس جا دارد انسانیت اقربه های تاریخ لحظه توقف بکنند و این شیر مردان را و این مرزیان رب العالمین را و این مطلوبان خداوند را و این عاشقان و معشوقان رب العزت و الجلال رو از نزدیک مورد تحقیق و تدقیق و تعمیق و بررسی قرار بدهند.